سرخط مهمترین خبرها: آژانسی از تامین گرمی در پایتخت ناراضگی کرد، 10 نفر را برای سوزاندن خزان جزا دادند و امریکا علیه شریکان تجارتی روسیه تحریم جاری می کند. سلام بینندگان عزیز، با امید روزگاری خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز می‌کنیم. امروز 18 نوامبر سال 2025 است. آژانسی نظارت در ساحه انرژتیک تاجیکستان میگوید تامین منزلی ساکنان با گرمی در شهر دوشنبه به قدری ضروری نیست. این نهاد در خبرنامه نوشته است در اکثر موضع‌های ناحیه‌های اسماعیلی سامانی و شاه منصوری دوشنبه معیارهای مقرر شده گرمی رعایت نمی‌گردد. به گفته متخصصان آژانسی، حرارت گرمی در شبکه و داخل بناهای بلند عشونت تا 55 درجه برابر بود، در حالی که موافق طلبات حرارت گرمی باید 75 درجه باشد. در خبرنامه رسمی آمده است پس بودن تأمینات گرمی باعث شده است که ساکنان برای گرم کردن منزل‌هایشان از برق استفاده برند و این حالت باعث سرباری در خطهای برق شده است. آژانسی نظارت در ساحه انرژتیک گفته است برای رفع مشکل به مسئولین دخلدار سفارش و توصیه‌ها داده است، اما معلوم نیست که مقامات برای حل مشکل چی چاره می‌اندیشند. موسم گرمادهی در شهر دوشنبه آخر ماه اکتبر شروع شد، ولی شکایت‌ها از نبودن گرمی در منزل‌ها زیاد است. نه تنها ناحیه‌های شاه منصور و اسماعیلی سامانی، بلکه در برخی منطقه‌های ناحیه فردوسی هم ساکنان با وجود شرطنامه با شبکه تقسیمات برق با گرمی تامین نیستند. کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان میگوید که سال روان 10 نفر را برای سوزاندن خزان و برگ درختان جزا دادند. این نهاد در اطلاعیه رسمی گفته است دوام 10 ماه اول سال روان برای سوزاندن خزان و با این راه افلاس نبودن محیط زیست 2137 سندهای مأموری ترتیب داده است. مقامات نگفتند که ساکنان برای آتش زدن خزان چقدر جریمه شدند. کدکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان برای در جایهای منع شده سوزاندن پرتاب یا خزان از 375 تا 750 سومن جریمه تعیین کرده است. متخصصان کمیته حفظ محیط زیست میگویند که در وقت سوزاندن خزان‌ها ماده‌های زهرناک حاصل گردیده و محیط اطراف پهن گردیده و سلامتی انسان تاثیر منفی میرساند. از جمله بیماران راه‌های نفس و دل و رگ‌ها از این حالت رنج کشیده حالتشان میتواند بد گردد. قانون درباره حفظ هوای اتمسفر از سوزاندن همگونه پرتاب‌ها از جمله خزان را منع کرده است، اما با فرارسیدن فصل ترما آتش زدن برگ درختان دیده می‌شود. پلیس دوشنبه میگوید که هفته گذشته در مکتب‌های پایتخت 7 حالت استعمال کلیان و سیگار الکترونی را از سوی نابالغان آشکار کرده است. مقامات گفتند که نابالغان در داخل مکتب به کشیدن چلم یا کلیان و سیگارهای الکترونی مشغول بودند. مقامات گفتند که نسبت والدین این خوانندگان برای به سیگار کشی مشغول شدن فرزندانشان سند ترتیب داده برای جزا تعیین کردن به دادگاه فرستادند. قبلا پیوندان برخی از محصلین از رفتار مقامات در این باره شکایت کرده بودند. یکی از والدین گفته بود که فرزندی او سیگار الکترونی نداشت و پلیس با او دغلانه رفتار کرده است. مقامات گفتند ریدها برای آشکار کردن سیگار کشی در مکتب‌ها ادامه خواهد کرد. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه آمریکا لایحه قانونی را بررسی دارند که تحریم علیه شریکان تجارتی روسیه را پیش بینی می‌کند. در این باره پرزیدنت دونالد ترامپ خبر داده است. با گفته ترامپ کدام کشوری که با روسیه داد و گرفتی مالی می‌کند با تحریم‌های سخت روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایران نیز بر روی خط کشورها می‌تواند وارد شود. با گزارش خبرگزاری رایترز، جمهوری‌خواهان تلاش دارند پرزیدنت ترامپ با قانون درباره تحریم‌ها علیه شریکان تجاری روسیه امضا گذارد. بر اساس این سند کشورهایی که از روسیه نفت و گاز می‌خرند و همچنین شرکت‌هایی که با بخش انرژتیکی روسیه کار می‌کنند تحریم خواهند شد. در آخر ماه اکتبر ایالات متحده آمریکا 2 شرکت کلان نفتی روسیه، راسنفت و لوکایل را بر روی خط سیاه وارد کرد. این اولین محدودیت آمریکا بعد بازگشت دونالد ترامپ به قدرت بود. در پی حمله‌های هوایی ارتش روسیه به اوکراین دست کم 3 کس در ولایت خارکوف کشته شدند. در این باره مقامات محلی ولایت خبر دادند. این حمله‌ها در روزهای سفر نوبتی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به کشورهای اروپایی صورت گرفت. خدمات حالت فوق‌العاده اوکراین روز 17 نوامبر خبر داد که در خارکوف 3 کس کشته و 13 نفر دیگر مجروح شدند. 3 نفر از زخمیان کودکان هستند. همه این افراد ساکنان شهر بالاکلیا بودند. ارتش روسیه در آغاز تجاوز به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 شهر بالاکلیا را اشغال کرد، اما بعد چند ماه نیروهای اوکراین آن را بازپس گرفتند. چند سال قبل از حساب لایحه رشد چراگاه و چرواداری به کشاورزان منطقه کلاب 10 عدد تراکتور، کامباین و دیگر نمو تکنیک‌های کشاورزی دادند. از روی ترتیب باید کشاورزان با ریختن سوزشواری از این تکنیک‌ها بهپول استفاده می‌کردند، اما ساکنان میگویند که اکثر تراکتورها شخصی شدند. ادامه موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده. ناحیه واسه ولایت ختلان این تراکتورها را چند سال پیش برای آسان کردن کار دهقان‌ها داده‌اند.
هر کسی سوزشواری ریخت باید از آن به پول استفاده کند. اما ساکنان شکایت دارند که نه همیشه به تراکتورها دسترسی دارند. همین تراکتورهایی که گرفتیم خیلی 70-80 تا در ناحیه واسه تعریف تای 200,000 دم استفاده من تراکتورهای MTT زیاده همه همیو به صفتی تراکتورهای شخصی استفاده می شود. تراکتورهای استحصال بلاروس را بر اساس یک طرح دولتی به کشاورزان منطقه کلاه داده اند. به ناحیه وسه 89 تراکتور رسیده است. اختیاری آنها در دست جماعت هاست. هدف طرح یاری به کشاورزان است تا سری وقت زمین را شدگار کنند و حاصل را جمع بیارند. ساکنانی که به نام آنها تراکتور داده شده است بیشتر در جفت زمین استفاده میبرند. بعضی از دهقانان میگویند سالهای اخیر بعضی از تراکتورها چون مال شخصی استفاده میشوند. رئیس ناحیه وسه بعضی از این موردها را تصدیق کرد. همین دو تا سه تاش هم خیلی اینا حل میکنیم اینا حل میکنه که مثلا با همو در همون لایه هم خیلی وقتی که پلا کسی که جمع میکنه میتا همون پولش در تراکتور خدمت رسونیش میکنه همین خیلی طوفان نمیتا او. در ریاست کشاورزی منطقه کلاب گفتند که تراکتورها اجتماعی است نه شخصی و مقامات باید نظارت را جدی کنند. 469 عدد ماشیناتی که در منطقه وارد شدگی است مورد استفاده قرار دارد باید در جمعیت استفاده شود. برای جمعیت است قراره که لایحه خودش اینامش معلوم است که جمعیتی چراگاه استفاده برندگان همین را باید رئیسای جماعت کاتب رئیس کمیسیا که طبق قرارهای رئیس شهر نویو در محل در شهر نویو فعالیت میکنند باید موافقه همون شهرنامه سه طرفه نظارتشان پرزور کنند و براه مانند. استفاده از تراکتورهای به اصطلاح مردمی هر سال در موسم کشت و کار و جمع‌آوری حاصل رو میزند. دهقانان میگویند این طرح دولتی نباید به نام آنها ولی به کام دیگران عملی شود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 نوامبر را فرا می‌گیرد. 18 ноябри соли 2015 парлумони Русия қонунеро қабул кард ки ба ширкаткунандагони амалиёти ҷангӣ дар қаламравии Тоҷикистон расман мақоми ветеран медиҳад. то он замон давлати Русия ширкати сарбозонаш дар ҷанги 5-солаи шаҳрвандии Тоҷикистонро расман рад карда буд. вакилон гуфтанд дар ҷангҳои Тоҷикистон 23500 низомии рус ширкат кардааст. 18 ноябри соли 1994 дар душанбе медиа гурӯҳи чархи гардун таъсис шуд ки дар давоми солҳои баъдӣ соҳиби 5 нашрия Digest Press, чархи гардун, вечерни душанбе, зан ва мард ва авицена шуд. муассиси ин ширкат Акбари Саттор рӯзноманигори саршинос буд ки аввал шуда дар бозори матбуоти Тоҷикистон ашяҳои тафриҳиву тиҷоратиро роҳандозӣ кард. 18 ноябри соли 1920 Маъруф Хоҷа Баҳодуров, ҳофизи халқии Тоҷикистон таваллуд шудааст ки ҳамчун сарояндаву оҳангсоз ва навозандаву донандаи мероси мусиқии суннатии мардумӣ шинохта шудааст. дар 77 соли умраш бештар ба сабки сарояндагии Содирхони ҳофиз маъруф шуд. гулёри Содирхон, Баят, Ушоқ, Ироқ, Нимчӯпонӣ танҳо чанд намунаи таронаест ки маҳорати баланди ҳунарии ӯро ба намоиш гузоштааст. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 111-112 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 18 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.